لایت بادی یا بدن نوری یا مرکابا به عنوان ششمین کالبد ما و کالبدی انرژی محور که با ارتعاشی بسیار سریعتر از ماده فیزیکی عمل می کند. فعالسازی این بدن می تواند انسان را از محدودیت‌های فیزیکی مثل زمان، مثل مکان و سنگینی ماده فراتر ببرد و امکان تجربه آگاهی گسترده تر، سفرهای بین بعدی و ارتباط با فرکانس‌های بالاتر واقعیت و حتی خلق فیزیکی را فراهم کند. اما سوال اصلی اینجاست که چطور این بدن فعال می شود؟ تا آخر این ویدیو همراه من باش. درود و عشق به تک تک جویندگان آگاهی کانال انسان بیدار. من سحر هستم. در این کانال به شناخت اسرار درون انسان میپردازم. خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید و با من همراه بشید. لایت بادی یا بدن نوری ما از ارتعاش و نور ساخته شده است و پلی میان انسان و ابعاد بالاتر آگاهی محسوب می شود. در سنت‌های باستانی بدن نوری رو با عنوان مرکابا به معنی عرابه‌ای از نور می شناختند که روح رو قادر می ساخت از محدودیت‌های جسمی عبور کند. در نگاه علمی بدن انسان در سطح سلولی نور بسیار ضعیفی به نام بیوفوتون منتشر می کند. این نور حاصل واکنش‌های شیمیایی و کوانتومی درون سلول‌های بدن هست. این تابش نور در قالب یک میدان الکترومغناطیسی اطراف بدن گسترده می شود، چیزی که در سنت‌های معنوی به عنوان حاله یا بدن نوری شناخته می شد. در فیزیک کوانتوم میدان‌های الکترومغناطیسی اساس تعامل ذرات هستند. هر ذره، هر اتم و هر سلول بدن درون این میدان قرار دارد و با آن تبادل انرژی می‌کند. وقتی ارتعاش بدن بالاتر می‌رود، این میدان الکترومغناطیسی قوی‌تر و منظم‌تر می‌شود. همان چیزی که در معنویت به فعال شدن بدن نوری تعبیر می شود. برسیم به سوال اصلیمون که چطوری میتونیم لایت بادی خودمون رو فعال کنیم. فیزیک کوانتوم به ما نشان می دهد که ماده در عمیق‌ترین لایه خود چیزی جز انرژی و نوسان انرژی نیست. اتم ها تقریباً به طور کامل از فضای خالی تشکیل شدند و آنچه ما به عنوان بدن فیزیکی تجربه می کنیم در واقع نتیجه تعامل میدان ها و فرکانس هاست. از این دیدگاه بدن انسان یک جسم صرفاً جامد نیست. هم مغز و هم قلب انسان به صورت مستمر در حال تولید میدانهای الکترومغناطیسی هستند. علم امروز نشان می دهد که قلب قوی ترین میدان الکترومغناطیسی بدن انسان را تولید می کند. این میدان فقط محدود به داخل بدن نیست. تا چندین متر اطراف بدن گسترش پیدا می کند و به طور مستقیم تحت تاثیر احساسات خالص ماست. میدان الکترومغناطیسی اطراف بدن انسان به وسیله احساسات منفی آشفته، نامنظم و کوچکتر شده و به وسیله احساسات مثبت بزرگتر، منسجم و هماهنگ با میدان کل می شود. برای مثال احساساتی مانند استرس، ترس و خشم میدان بدن انسان را ناپایدار و پراکنده می کند و احساساتی مانند آرامش، حضور و تعادل احساسات میدان را منظمتر و همدوستر می کند.
بدن نوری حالت پیشرفته از سازمان یافتگی، انسجام، هماهنگی و نظم پایدار میدان الکترومغناطیسی بدن انسان هست. برای فعالسازی و تثبیت بدن نوری باید ذهن، قلب و جسم خودمان را در یک راستا و هماهنگ با همدیگر نگه داریم. این کار از طریق پاکسازی ارتعاشات پایین، مدیتیشن و تنفس آگاهانه، فعالسازی چاکراها و تجسم هندسه مقدس و تثبیت ارتعاش عشق و آگاهی در وجود ما انجام می‌گیرد. در زبان علم به فرایند فعال کردن بدن نوری انسان، فرایند تنظیم میدانهای الکترومغناطیسی بدن و هماهنگی با میدان کوانتومی کل گفته می شود. و اما چه کار کنیم که این تنظیم و فعالسازی و تثبیت صورت بگیره؟ اولین مورد پاکسازی ارتعاشات پایین از سیستم انرژیکی بدن هست. بدن نوری زمانی شکل میگیره که ارتعاشات درونی ما از ارتعاشات پایین آزاد بشه. ارتعاشات پایین همون انرژی های سنگین و محدود کننده ای هستند که در جسم، ذهن و احساسات ما گیر افتادن. این ارتعاشات معمولاً از ترس ها و نگرانی های مداوم، از خشم ها، نفرت ها یا کینه های قدیمی، احساس گناه، احساس شرم، باورهای محدود کننده و وابستگی های ناسالم به اشیا و اشخاص به وجود میان. این انرژی ها مثل وزنه عمل میکنن و مانع میشن که ارتعاش وجودی ما بالا بره و بدن نوری فعال بشه. در زبان فیزیک کوانتوم این مرحله یعنی تغییر فرکانس ارتعاشی بدن از سطح پایین و موجهای ناپایدار به سطح بالا و موجهای هماهنگ. دومین مورد تنفس آگاهانه و مدیتیشن هست. تنفس پل میان جسم و انرژی هست. هر دم و بازدم میتونه بدن رو با میدان انرژی کل هماهنگ کنه. تمرین تنفس به این صورت هست که دم رو به مدت 4 ثانیه انجام میدید، بعد 7 ثانیه دمتون رو نگه میدارید و بعد به مدت 8 ثانیه و آروم آروم بازدم رو میدید به سمت بیرون. دومین تنفس قلبی هستش. تمرکز میکنید بر قلب خودتون و ورود نور به قلب خودتون رو تصور میکنید و همزمان با این تصورتون تنفس عمیق و آگاهانه انجام میدید. در فیزیک کوانتوم این تنفس ها شبیه به رزونانس هستند. وقتی دو سیستم در یک فرکانس قرار میگیرن، انرژی آزادانه جریان پیدا میکنه. بدن و میدان کوانتومی در یک هماهنگی کامل قرار میگیرن. سومین مورد فعالسازی چاکراها هستش. چاکراها مراکز انرژی بدن هستند که مانند نوسانگرهای کوانتومی عمل می کنند. چاکراها مثل درگاه‌هایی هستند که انرژی جهان رو دریافت و توزیع می کنند. وقتی چاکراهامون مسدود یا ضعیف باشن، جریان انرژی در بدن مختل میشه و حاله نوری ما نامنظم میمونه. اما وقتی چاکراها یکی یکی پاکسازی و فعال میشن، انرژی در ستون فقرات و کانال مرکزی بدن آزادانه جریان پیدا میکنه. فعال کردن چاکراها با بیداری کندالینی، انرژی الهی خفته در چاکرای ریشه ما صورت میگیره. وقتی کندالینی بیدار میشه، از کانال مرکزی نخاع بالا میاد و هر چاکرا رو یکی یکی پاکسازی و روشن میکنه. این حرکت مثل روشن شدن چراغ‌های یک برج هستش. هر طبقه که روشن میشه، کل ساختمان نورانی تر میشه. وقتی کندالینی به تاج سر ما میرسه، بدن نوری کامل فعال میشه و فرد وارد حالت آگاهی گسترده میشه. این جریان انرژی حاله اطراف بدن رو منظم و قوی میکنه و همون چیزی رو میسازه که در معنویت بهش بدن نوری یا مرکابا میگن.
مورد چهارم تجسم هندسه مقدس و میدان توروسی هستش. بدن نوری به شکل یک میدان توروسی اطراف بدن تشکیل میشه. تجسم هندسه مقدس مثل ستاره 4 وجهی بدن رو در حاله ای از نور قرار میده. این هندسه ها در سنت های معنوی زبان نور بودند و در سطح کوانتومی با الگوهای انرژی سازگار هستند. این تمرین رو به این صورت انجام میدید که تصور میکنید 2 هرم در هم فرو رفته اطراف بدن شما میچرخند و میدان انرژی رو ایجاد میکنند. این تجسم هندسه مقدس و ستاره 4 وجهی از طریق مدیتیشن انجام میشه. ما در مدیتیشن این کار رو انجام میدیم و این کار باعث میشه که انرژی در دور شما، در اطراف شما جریان پیدا کنه و هر بار که این ستاره 4 وجهی رو میچرخونید و تجسم میکنید چرخش رو، انرژی هم در اطرافتون چرخش پیدا میکنه و هم باعث پاکسازی حاله خودتون و هم محیط اطرافتون میشه. مورد پنجم تثبیت این بدن نوری هست. فعالسازی که از طریق 4 مورد قبلی انجام دادیم اینا کافی نیستن و باید بدن نوری رو پایدار کنیم و این تثبیت فرکانس از طریق رزونانس عشق و آگاهی انجام میشه. عشق بالاترین ارتعاش در هستی هست. وقتی ذهن با ارتعاش عشق در قلب هماهنگ میشه، بدن نوری پایدار میشه. در این مرحله تثبیت ما پرورش همدلی و شفقت به تمام موجودات هستی رو باید یاد بگیریم. تمرکز بر داشتن احساسات مثبت و ارتعاش عشق هست که باعث تثبیت بدن نوری میشه. در کنار احساسات مثبت و ارتعاش عشق روزانه مدیتیشن و تنفس آگاهانه داریم. در طبیعت حضور پیدا میکنیم و جذب انرژی نور خورشید رو به طور مستمر داریم. تغذیه بدن خیلی سبک و پر انرژی هست و از خوردن و نوشیدن گوشت، غذاهای پرچرب، مشروبات الکلی یا دخانیات پرهیز داریم. و در زبان کوانتوم انجام این روتین سالم باعث تثبیت میدان الکترومغناطیسی بدن در بالاترین فرکانس میشه. امیدوارم که این ویدیو همون نشانه‌ای باشه که به دنبالش بودی و از این به بعد زندگیتون رو هماهنگ با میدان کل هستی بکنید و معجزاتش رو در زندگیتون ببینید. ممنون میشم که در راستای اشاعه آگاهی از این ویدیو با لایک و کامنت حمایت بکنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خالق یکتا می سپارمتون. خدا نگهدار.